طرف داماد نمیشد، بهش میگفتن چرا داماد نمیشی؟ میگفت فلانی شما یه زن در حد فاطمه الزهرا با اون حیا، با اون عفت، با اون پاکدامنی برای من پیدا کن، من فردا داماد میشم. کسی هم ظاهرا نمیتونه جوابی آقا رو بده. بعد پدرش آمد یه روز گفت این اینطوری میگه. گفتم بچه تو بگو بید اینجا، این من فکر کنم یکم مشکل داره، دچار خودشیفتگیه. آمد گفتم چی میگی شما؟ گفت من داماد نمیشم چون یه زنی در حد فاطمه الزهرا با همون حیا، با همون عفت، با همون پاکدامنی برای من پیدا کن، من فردا داماد میشم. گفتم جناب تو یه فردی در حد علی مرتضی شوهر فاطمه الزهرا رو به من معرفی کن، من فردا صبح برای تو فاطمه پیدا میکنم. تو خودت تو فضای سایبری، فضای مجازی، یه شهوتران، یه چشمچران، انواع سکس و سایبر سکس رو داری تجربه میکنی، انواع بدی و انواع زشتی رو داری تو خیابانها تجربه میکنی، هیچ حریم شخصی و خصوصی و ناموس مردم رو به رسمیت نمیشناسی. بعد نوبت به خودت که میرسه میگی کی میخوام؟ فاطمه الزهرا میخوام؟ بله یکی مثل علی مرتضی بشو، بعد بیا من برای تو فاطمه الزهرا فرداش پیدا میکنم. امکان نداره که